سلام علیکم خدمت تمامی برادران رسال حق. میخواستم تشکر کنم از تمامی زحمات شما که کاملا فی سبیل الله هست و این تفاوت اصلی شما با دیگرانه که انصافاً چیزی رو از کلام حق که از قلبتون میاد به قلب میشینه و جز حقیقت و با عدل و انصاف چیزی رو بیان نمی کنید. تشکر از علمی که به ما میدید و ما از خدا برای شما بهشت برین رو و بهترین درجات اون رو خواستاریم. انشالله همیشه در زندگیتون موفق باشید و جایگاه خوبی در آخرت داشته باشید. با تشکر از تمامی زحمات شما. من کامران هستم از ایران. 3 سال هستش که به لطف الله و اطلاع رسانی شما موحد شدم. تشکر از شما. در امان الله باشید. خدا حافظ. سلامت باشید. منم برای شما برادر عزیز و گرامی آقا کامران سعادتمندی در دنیا و آخرت را آرزو می کنم و امیدوارم الله سبحانه و تعالی شما رو در این راه ثابت قدم بداره.